سلام دوستان، من نفسم. امروز میخوام این تکست انیمیشن جذاب بهتون آموزش بدم که هم برای لوگو موشن خیلی خفنه و هم برای تایتل های ویدیوهاتون. بریم سراغ آموزشش. در ابتدا در این قسمت کلیک راست کنید و نیو کامپوزیشن رو بزنید. تنظیماتی که می‌بینید من انجام دادم شما هم روی این کامپوزیشن ایجاد کنید. روی تایملاین کلیک راست کنید و یک سالید جدید ایجاد کنید. رنگ سالیدتون میشه بک‌گراند کارتون. اسمش رو بذارید BG یا همون بک‌گراند و اوکی کنید. تکست مورد نظرتون رو تایپ کنید. برای این لوگو موشنی که داریم یا این تکست انیمیشن بهتر اینه که فاصله حروف کمی بیشتر باشه. انکر پوینت رو حتما وسط تکست قرار بدید. با زدن کلید انکر پوینت و دکمه کنترل روی کیبورد انکر پوینت رو وسط بیارید و کلمه رو با الاین وسط چین کنید. روی تکستتون کلیک راست کنید، کریت و کریت شیپ فرام تکست رو بزنید. این لایه تکست رو باز کنید، از قسمت اد انیمیت بهش تریم پس بدید. این قسمت تریم پس رو هم باز کنید. حواستون باشه اینجا حتما اندیکاتور در ابتدای تایملاینتون قرار بگیره و به اند ما میخوایم کی فریم بدیم. اندیکاتور رو بذارید ابتدای تایملاین، کی فریم اند رو بذارید 0، ببرید به ثانیه حدوداً 5 و اند رو بذارید روی عدد 100. دوتا کی فریم ها رو با هم بگیرید، کلیک راست کنید و ایز رو بزنید. دوباره دوتا کی فریم ها رو با هم بگیرید و این قسمت این دکمه رو بزنید و به این شکلی که میبینید من این موج رو ایجاد میکنم شما هم روی این کی فریم ها ایجاد کنید. کلیک راست کنید و تیک این گزینه حتما باید باشه. از منوی ابزار پن رو بردارید و استروک بدید. رنگ این استروک رو با رنگ تکستتون یکی کنید. یک کلیک کنید روی صفحه، کلید شیفت رو نگه دارید تا خطتون کاملا صاف ایجاد بشه و انتهای تصویر همینطوری که میبینید من ایجاد میکنم یک لاین بکشید. انکر پوینت رو حتما وسط این شیپ قرار بدید و با الاین وسط چین کنید. این شیپ رو باز کنید، از قسمت انیمیت بهش تریم پس بدید. تریم پس رو باز کنید، اندیکاتور حتما اول تایملاینتون قرار بگیره، هم استارت و هم اند رو بهش کی فریم بدید و هر دو رو در ابتدای تایملاینتون بذارید 0. اندیکاتور رو ببرید ثانیه سوم، حدوداً سوم و عدد استارت و اند رو بذارید 100 و به این شکلی که میبینید من این دوتا کی فریم رو جاشون رو تغییر دادم، شما هم همین تغییر رو ایجاد کنید. کی فریم ها رو با هم انتخاب کنید و گزینه ایز رو بزنید و حالا در اینجا این موج کی فریم ها رو به این شکلی میبینید من تغییر میدم، شما هم تغییر بدید. حالا این لایه رو انتخاب کنید و یه مقداری بیاییدش جلوتر. روی پروژه زوم کنید، این لاین رو بذارید خطوط اول این تکستی که نوشتید به این صورتی که میبینید من انجام میدم. این لایه شیپ رو انتخاب کنید، کلید کنترل و دی روی کیبورد رو بزنید و کپی بگیرید. کلید آر روی کیبورد رو بزنید، روتیشن باز میشه، این قسمت رو بذارید 180. حالا این لایه دوم رو انتخاب کنید و بیاریدش زیر این تکستتون به این صورتی که میبینید من قرار میدم. با نگه داشتن کلید کنترل و دی از این لایه کپی بگیرید، آر روی کیبورد رو بزنید، روتیشن باز میشه و این قسمت عدد 90 رو تایپ کنید. ببینید اینجا این لاینمون از این پروژه بزرگتره و میبینید این خط از پروژه بیرون اومده. برای اینکه این مشکل رو رفع کنیم کلید اس روی کیبورد رو که بزنید اسکیل باز میشه. حتما این قسمت لینک رو تیکش رو بزنید تا برداشته بشه.
و این عدد رو کوچیک کنید با توجه به پروژه‌تون. حتما انکر پوینت رو وسط قرار بدید و با الاین اون رو وسط چین کنید. لایه رو انتخاب کنید و بذاریدش در ابتدای تکستتون به این صورتی که میبینید من قرار میدم. با زدن کلید کنترل دی چندین کپی بگیرید و دونه دونه این لاین ها رو کنار این حروف از خط ابتدایی شروع تکست قرار بدید. به این شکلی که میبینید من ایجاد میکنم. دوباره از این لایه با نگه داشتن کلید کنترل دی کپی بگیرید، آر روی کیبورد رو بزنید و این قسمت کنار 90 به علاوه 180 رو تایپ کنید. و حالا دوباره از این خطوط هم کپی بگیرید و دونه دونه به صورت رندوم کنار حروفای تکستتون بچینید. دوستان اگه این ویدیو براتون مفیده لطفاً لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. این میشه انرژی من برای ویدیوها. بریم برای ادامه آموزشش. حالا اینجا برای اینکه رنگ شیپ ها رو با رنگ تکستمون تغییر بدیم، این قسمت اون شیپ اول رو انتخاب کنید، کلید شیفت روی کیبورد رو نگه دارید و بالاترین شیپ یا همون لاینتون رو انتخاب کنید. به این صورتی که میبینید من دارم انجام میدم رنگ یلو رو انتخاب کنید یا هر رنگی که با رنگ تکستتون یکی نباشه. حالا کل این شیپ ها که انتخاب شده بیاریدشون در ابتدای تایملاینتون. از این قسمت یک مقدار این تایملاینتون رو تایم هاشو بزرگتر کنید تا راحت‌تر بتونید ببینید و به این صورت که میبینید من شیپ ها رو جابجا میکنم به اندازه چندین فرم این شیپ ها رو به صورت رندوم جابجا کنید. لایه تکست رو انتخاب کنید، کلید کنترل دی روی کیبورد رو بزنید و ازش یک کپی بگیرید. در قسمت افکت ها فیل رو تایپ کنید و افکت فیل رو به این تکست بدید. رنگ رو به دلخواهتون تغییر بدید. تکست دوم کپی شده رو انتخاب کنید، تایملاینتون رو خیلی بزرگتر کنید و 3 فرم این تکست دومی رو جلو بیارید. دوباره تکست اول رو انتخاب کنید، کلید کنترل دی رو بزنید، کپی بگیرید و این دفعه فیل رنگ رو تغییر بدید. دو تا تکست بالا رو انتخاب کنید و هر دو رو 3 فرم جلو ببرید. به این صورتی که میبینید من انجام میدم. تمام لایه ها به جز بیجی رو انتخاب کنید و کلیک راست کنید و پیریکام ایجاد کنید. حواستون باشه این دوتا تیکش زده باشه و اوکی کنید. کنترل دی بزنید و از این تکست کپی بگیرید. از قسمت افکت ها افکت CC رادیال بلر رو تایپ کنید. انتخابش کنید، درگش کنید روی این تکست. این تغییراتی که میبینید من روی این افکت انجام میدم شما هم اجرا کنید. به سنتر میخوام کی فریم بدم، اندیکاتور رو ببرید ثانیه 3 یا 4. به سنتر کی فریم بدید و به این شکلی که میبینید من انجام میدم تغییرش بدید. البته این کاملا دل بخواهیه و سلیقه‌ای. اندیکاتور رو ببرید تا ثانیه 9 یا 8 و دوباره این سنتر رو جابجا کنید. لایه تکست رو انتخاب کنید، کلید تی روی کیبورد رو بزنید و اوپاسیتی این لایه رو کمتر کنید. من گذاشتم روی 70. دوستان من نفیسه نامجو هستم. این کانال رو با نام نفس NMG ایجاد کردم برای آموزش دادن افتر افکت. تمام تلاش اینه ویدیوها در عین حرفه‌ای بودن راحت و روان آموزش داده بشن.
من آموزش ها رو براتون دسته بندی کردم تا راحت آموزش مد نظرتون رو پیدا کنید. لینک پلیلیست ها رو هم داخل کپشن براتون گذاشتم. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا آموزش های بعدی رو هم از دست ندید. در ضمن خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو بخونم. اگه دوست داشتید برام کامنت بذارید. ممنون تا اینجا همراه هم بودید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.